کتاب رود باب یکم. رود عزم نموده با ناامی به بیت لحم می رود. و واقع شد در ایام حاکمیت داوران که بر زمین قحطی پدید آمد. و مرد از بیت لحم یهودا رفت تا که در ناحیه موآب مسکن گیرد، او و زنش و دو پسرش. نام آن مرد الیملخ بود و نام زنش ناامی و نام دو پسرش مهلون و کلیون. آنها افراطیان بیت لحم یهودا بودند و بر ناحیه موآب آمده در آن ساکن شدند. و الیملخ شوهر ناامی مرد و او با دو پسرش ماند. آنها برای خود زنان موآبیه گرفتند که نام یکی عرفا و نام دیگر روت بود. و در آنجا قریب 10 سال اقامت کردند. و هر دویشان مهلون و کلیون نیز مردند. و آن زن از دو فرزندش و از شوهرش محروم ماند. و او با کلین‌های خود برخاست تا که از ناحیه موآب برگردد، زیرا در ناحیه موآب شنید که خداوند قوم خود را توقد نموده و آنها نان داده است. و از مکانی که در آن اقامت داشت بیرون آمد و دو کلینش همراه او بودند و رهسپار شدند تا که به زمین یهودا برگردند. ناامی و دو کلین خود گفت: بیروید و هر یک به خانه مادر خود برگردید. بگذار خداوند به شما احسان کند چنان که شما به مردگان و به من کردید. بگذار خداوند به شما عطا کند که هر کدامتان در خانه شوهر خود فراغت یابید. و آنها را بوسه کرد، ولی آنها آواز خود را بلند کرده گریستند و به او گفتند که با تو نزد قوم تو خواهیم برگشت. ولیکن ناامی گفت: برگردید دخترانم، چرا همراه من می آیید؟ آیا هنوز در امعای من پسران هستند که برای شما شوهر شوند؟ برگردید دخترانم، بروید، زیرا که من پیر شدم و نمی توانم شوهر کنم. حتی اگر می گفتم که هنوز امید دارم و خودی همین شب شوهر می کردم و پسران نیز می زاییدم. آیا با آنها تا دم کلان شدنشان انتظاری خواهید کشید؟ آیا از برای آنها خود را از شوهر کردن خواهید باز داشت؟ نه دخترانم، قسمت شما برای من بغایت غمانگیز است. در اصل دست خداوند به من شکست رسانیده است. آنها باز آواز خود را بلند کرده گریستند و عرفا مادرشوی خود را بوسیده ودا کرد، ولی روت با او ماند. و او گفت: اینک دقیقاً نزد قوم خود و نزد خدایان خود برگشت. تو نیز از پس دقیقاً برگرد. ولی روت گفت: مرا وادار نکن که تو را ترک نمایم و از پیش تو برگردم، زیرا به هر جایی که تو بروی خواهم رفت و در هر جایی که تو اقامت کنی اقامت خواهم کرد. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. در هر جایی که تو بمیری خواهم مرد و در آنجا دفن خواهم شد. بگذار خداوند در حق من چنین و چنین کند و زیاده از آن کند اگر چیزی غیر از مرگ مرا از تو جدا کند. چون او دید که وی عزم قوی دارد همراه او برود، دیگر به وی سخنی نگفت. و هر دویشان روانه شدند تا دمی که به بیت لحم رسیدند. و هنگامی که به بیت لحم وارد شدند، تمام اهل شهر از آنها به هیجان آمدند و زنان گفتند: آیا این ناامی است؟ و آنها گفت: مرا ناامی نخوانید، بلکه مرا بخوانید، زیرا که قادر تلخی زیاد بر سرم آورد. من پرگنج رفته بودم و خداوند مرا ته دست برگردانید. پس چرا مرا ناامی می‌خوانید، در صورتی که خداوند مرا به عذاب و عقوبت گرفتار کرده است و قادر بدبختی بر سرم آورده است؟ و ناامی چنین برگشت و کلینش روت موآبیه که از ناحیه موآب برگشته بود همراه او بود. و آنها در ابتدای درو جو و بیت لحم وارد شدند. کتاب رود باب دوم. رود خدمت میکند.
نامی خویشاوندی از طرف شوهر خود داشت که مردی پهلوانی ثروتدار از خانواده الیملخ بود و نامش بوعز. و روت موآبیه به نامی گفت: می خواهم به کشزار روم و از قفای کسی که در نظرش التفات یابم خوشه چینی کنم. و وی گفت: برو دخترم. وی رفت و به کشزار در آمده از قفای درافگران خوشه چینی کرد. و چنین تصادف شد که آن قطعه کشزار به بوعز که از خانواده الیملخ بود تعلق داشت. و اینک بوعز از بیت لحم آمد و به درافگران گفت: خداوند با شما باد. و او گفتند: خداوند تو را برکت دهد. و بوعز به نوکر خود که نزد درافگران گذاشته بود گفت: این جوانزن از آن کیست؟ نوکری که نزد درافگران بود جواب داده گفت: وی جوانزن موآبیه است که با نامی از ناحیه موآب برگشته است. وی به من گفت که می خواهم از قفای درافگران در میان بندها خوشه ها را چیده جمع کنم. و آمده از خود سحری تا الحال و پا ایستاد. فقط اکنون اندکی در خانه نشسته است. و بوعز به رود گفت: بشنو دخترم، برای خوشه چیدن به کشزار دیگر نگذر و از اینجا نیز نرو، بلکه همراه کنیزان من در اینجا باش. بگذار چشمانت به کشزار باشد که می دروند و از قفایشان برو. من به نوکران امر فرمودم که به تو دست درازی نکنند. هرگاه تشنه مانی نزد ظرفها برو و از آبی که نوکران میکشند بنوش. وی بر روی خود افتاده تا به زمین تعظیم کرد و به او گفت: چرا در نظرت التفات یافتم که مرا بشناسی و حالان که من اجنبی زنی هستم؟ بوعز به وی جواب داده گفت: هر آنچه تو پس از وفات شوهرت برای مادرشوی خود کرده ای به من حکایت کرده شد. یعنی تو پدر خود و مادر خود و زمین زادگاه خود را ترک کرده ای و نزد قوم آمده ای که دیروز و پریروز آن را نمی شناختی. بگذار خداوند اعمال تو را پاداش دهد و مزد تو از جانب خداوند خدای اسرائیل کامل باشد که تو آمده ای تا در تحت بالهای او پناه بری. وی گفت: بگذار در نظر تو من التفات یابم آقای من. تو مرا تسلی دادی و با سخنانت دل کنیز خود را برداشتی، اگرچه من سزاوار آن نیستم که مثل یکی از کنیزان تو باشم. و چون وقتی خوراک رسید بوعز به وی گفت: اینجا بیا و نان بخور و لقمه خود را در سرکا بغوطان. وی نزد درافگران نشست و او خوشه های بریان به وی دراز کرد. وی خورده سیر شد و باز باقی ماند. و برای خوشه چیدن برخاست. و بوعز به نوکران خود امر فرموده گفت: بگذار وی در میان بندها نیز بچیند و آسیب به وی نرسانید. از قوچاقها نیز برای وی برآورده پرتایید تا بچیند و طعنه بر وی نزنید. تا بیگاهی وی در آن کشزار خوشه چینی کرد و آنچه چیده بود کوفت و قریب 1 ایفه جو برآمد. آن را برداشته به شهر آمد و آنچه چیده بود مادرشویش دید و آنچه پس از سیر شدنش باقی مانده بود برآورده به او داد. و مادرشویش به وی گفت: امروز در کجا چیدی و در کجا کار کردی؟ بگذار آن ولی نعمت تو برکت یابد. وی به مادرشویش از کسی که نزدش کار کرده بود خبر داده گفت: نام کسی که نزدش امروز کار کردم بوعز است. و نامی به کلین خود گفت: بگذار او برکت یابد از جانب خداوند که احسان خود را به زندگان و مردگان بس نکرده است. و نامی به وی گفت: آن مرد به ما نزدیک است، او از فدیه گزاران ماست. روت موآبیه گفت: او حتی به من گفت که همراه کنیزان من باش تا وقتی که تمام درو مرا به اتمام رسانند. و نامی به کلین خود روت گفت: خوب است دخترم که همراه کنیزان او بیرون آیی و در کشزار دیگر به تو دست درازی نکنند. وی به کنیزان بوعز همراه شده خوشه چینی کرد تا وقتی که درو جو و درو گندم به اتمام رسید.
و با مادرشوی خود اقامت داشت. کتاب رود باب سیوم. واخوری با بوعز. رود فراغت می‌یابد. و مادرشویش ناامی به وی گفت: ای دخترم، آیا مرا لازم نیست که برایت جای فراغت بجویم تا که برای تو خوب باشد؟ و اکنون آیا بوعز که همراه کنیزان او بودی خویشاوند ما نیست؟ اینک او امشب در خیمنگاه جو را باد می کند. تو غسل بکن و روغن بمال و پیراهن خود را بپوش و به خیمنگاه فرود آی، لیکن خود را به آن مرد نشان نده تا وقتی که خوردن و نوشیدنش را تمام کند. و هنگامی که بخوابد جایی را که او خوابید در خاطر بدار و آمده پیش پایهای او را بکشا و بخواب. او به تو خواهد گفت که چی کار باید بکنی. و به او گفت: هر آنچه به من گفتی به جا خواهم آورد. و به خیمنگاه فرود آمد و هر آنچه مادرشویش به وی امر فرموده بود به جا آورد. بوعز خوراک خورد و نوشید و دلشاد شد و در کنار خرمن آمده خوابید. پس وی آهسته یک آمده پیش پایهای او را گشاد و خوابید. نصف شب آن مرد به اضطراب آمد و یک قد پریده خیست و اینک زن پیش پایهای او خوابیده است و گفت: تو کیستی؟ گفت: من کنیز تو رود هستم. بال خود را بر کنیز خود پهن نما، زیرا که تو فدیه گزار هستی. گفت: ای دخترم، تو از جانب خداوند برکت خواهی یافت، زیرا که این احسان آخرین خود را نظر به اوله خوبتر به جا آوردی، به آن که از قفای جوانان خواه بینوا و خواه ثروتدار بروی. و اکنون دخترم نترس، هر آنچه گفتی برای تو خواهم کرد، زیرا که نزد هر دروازه قوم من می دانند که تو زنی صالحه هستی. و اکنون درست است که من فدیه گزار هستم، ولیکن فدیه گزاری از من نزدیکتری نیز هست. امشب در همین جا بمان و پگاهی اگر او برای تو فدیه دهد خوب می شود. بگذار فدیه دهد. و اگر او نخواهد که برای تو فدیه دهد، قسم به خداوند که من برای تو فدیه خواهم داد. تا پگاهی بخواب. و تا صبح پیش پایهای او خوابید و پیش از آن که کسی ببیند برخاست. و او در دل خود گفت: زینهار مردم نفهمند که این زن به خیمنگاه آمده بود. و به وی گفت: تراندازی را که بر توست گرفته نگاه دار. وی آن را نگاه داشت و او 6 اندازه جو را چین کرده بر کتف وی گذاشت و به شهر روانه شد. وقتی که وی نزد مادرشوی خود آمد، او گفت: کارهای چی طور است دخترم؟ وی هر آنچه آن مرد برایش کرد به او خبر داد و گفت: این 6 اندازه جو را به من داده گفت که نزد مادرشوی خود ته دست نرفت. گفت: آرام بنشین دخترم تا بدانی که کار چگونه انجام خواهد یافت، زیرا که آن مرد تا این کار را امروز بود نکند ساکت نخواهد شد. کتاب رود باب 4. رود سزاوار مکافات گردید. بوعز نزد دروازه آمد و آنجا نشست. و اینک آن فدیه گزار که بوعز درباره او سخن رانده بود گذشت. گفت: ای فلان و بهمدان، برگشته اینجا بنشین. او برگشته نشست. از پیران شهر 10 نفر را گرفته با آنها گفت: اینجا بنشینید. آنها نشستند. و آن فدیه گزار گفت: نامی که از ناحیه موآب برگشته است، قطعه زمین را که از آن برادرمان الیملخ بود می فروشد. من صلاح دانستم که به سمع تو رسانده بگویم. آن را به حضور نشستگان، یعنی به حضور این پیران قوم من بخر. اگر فدیه می دهی بده و اگر فدیه نمی دهی به من بگوی تا بدانم، زیرا غیر از تو کسی نیست که فدیه دهد. و نوبت من بعد از توست. او گفت: من فدیه خواهم داد. بوعز گفت: در روزی که زمین را از دست نامی بخری، روت موآبیه زن آن مرحوم را نیز خریده باشی، تا که نام آن مرحوم را بر میراث او برقرار نمایی. آن فدیه گزار گفت: نمی توانم برای خود فدیه گزار باشم،
مبادا میراث خود را فاسد نمایم. پس فدیه گذاری مرا تو به ذمه خود گرفته فدیه بده، زیرا که نمی توانم فدیه گذار باشم. در زمان قدیم در اسرائیل در ساحه فدیه و مبادله برای تصدیق هر معامله چنین تعامل بود که یکی کفش خود را کشیده به دیگر میداد و این در اسرائیل حجت حساب می یافت. و آن فدیه گذار به بوعز گفت برای خود بخر و کفش خود را کشیده داد. و بوعز به پیران و به تمام قوم گفت شما امروز شاهد هستید که هر آنچه از آن الیملک بود و هر آنچه از آن کلیون و مهلون بود از دست نامی خریدم. و نیز روت موآبیه زنی مهلون را برای خود به زنی خریدم تا که نام آن مرحوم را بر میراث او برقرار نمایم و نام آن مرحوم از میان برادرانش و از دروازه اقامتگاهش نیست نشود. شما امروز شاهد هستید. تمام قومی که نزد دروازه بودند و پیران نیز گفتند شاهد هستیم. بگذار خداوند زنی را که به خانه تو می درآید مثل راحل و لیا گرداند که هر دوی آنها خانه اسرائیل را بنا کردند و تو در افراد کامیاب شو و در بیت لحم نام برار. و بگذار خانه تو مثل خانه فارس باشد که او را تامار برای یهودا زاییده بود، از آن نسلی که خداوند به تو از این جوانزن خواهد بخشید. و بوعز روت را گرفت و زنی او شد و او نزد وی درآمد و خداوند به وی حاملگی بخشید و پسر زایید. و زنان به نامی گفتند مبارک است خداوند که تو را امروز از فدیه گذار محروم نکرد. بگذار نام او در اسرائیل پرشرف باشد. او برای تو جان بخش و عصای پیری تو خواهد بود. زیرا کلینت که تو را دوست می دارد و برایت از 7 پسر خوبتر است او را زایید. و ناامی آن بچه را گرفته در آغوش کشید و دایه او شد. زنان همسایه او را نام نهاده گفتند برای ناامی پسر تولد شد و او را عبید نام نهادند. او پدر یسای پدر داوود است. این است نسب فارس. فارس حسرون را به دنیا آورد و حسرون رام را به دنیا آورد و رام امیناداب را به دنیا آورد و امیناداب نحشون را به دنیا آورد و نحشون سلمون را به دنیا آورد و سلمون بوعز را به دنیا آورد و بوعز عبید را به دنیا آورد و عبید یسای را به دنیا آورد و یسای داوود را به دنیا آورد.